به نام خدا. جلسه اول تحلیل بازار فارکس رو شروع میکنیم. امروز یک شنبه ساعت 22:17 7 دسامبر 2025. در ابتدا من از شما عزیزان معذرت میخوام که کمی ویدیو رو دیر ضبط میکنم. امیدوارم در جلسات بعد بتونم در یک زمان مشخص ویدیو رو ضبط کنم و در یک ساعت مشخص اون رو در کانال بارگذاری کنم تا شما بتونید از اون استفاده کنید. همونطور که گفتم من از هیچ اندیکاتوری توی تحلیلام استفاده نمی کنم و فقط با شکلگیری کندل ها و حرکات قیمت تحلیل خودم رو انجام میدم. در این جلسه میخوام 3 تا نماد رو بررسی کنم: یورو یو اس دی، پوند یو اس دی و یو اس دی ین رو با هم بررسی میکنیم ببینیم اوضاع چجوریه. نماد اول یورو یو اس دی. ببینید نماد یورو یو اس دی، این قسمت رو ما الان با هم بررسی میکنیم. کاملا مشخص یه حرکت نزولی رو داشتیم. ببینید جهت برای من وقتی شکل میگیره که کف و سقف‌های جدید تشکیل بشه و حرکات در جهت معمولاً دارای کندل های بزرگ و سایه کوچیکی دارن و اصلاحات کندل ها کوچیکن و سایه ها معمولاً بزرگن. ببینید اینجا ما کندل های بزرگ رو میبینیم، سایه های کوچیک. اینجا اصلاح رو داریم، باز حرکت کندل های بزرگ با سایه کوچیک و اصلاح دارای کندل های کوچیک. تا اینجا حرکت ما نزولی بود. این قسمت ببینیم چه اتفاقی افتاده. اینجا ما دیگه نمیتونیم بگیم حرکت همچنان نزولیه. اینجا یه اتفاقی افتاده، اینجا حرکت صعودی شده. ببینید کف و سقف‌های جدید در جهت صعودی شکل گرفتن. حالا اینکه اینجا چرا این حرکت نزولی شکل گرفتن بیاد با هم بررسی کنیم. ما اینجا احتمالاً یه خبر یا سخنرانی داشتیم که باعث شکلگیری این حرکت نزولی شده. اینجا چی شده؟ اینجا اتفاق برعکسش افتاده. اینجا ما یه خبر اقتصادی یا یه سخنرانی یا اتفاق سیاسی داشتیم که حرکت صعودی شده. اینجا معامله گرای بزرگ اینجا وارد شدن. این اصلاحات هم جاییه که اونا میخواستن دوباره قوی‌تر وارد معامله بشن و این حرکت صعودی و نزولی ادامه داره تا جایی که دوباره یه خبر اقتصادی ما داشته باشیم، یه اتفاق سیاسی داشته باشیم یا هر چی دیگه که دوباره بخواد روند عوض بشه. نماد پوند به یو اس دی رو با هم بررسی میکنیم. خب نماد پوند به یو اس دی اینجا رو نگاه کنید. من مشخص کنم حرکت رو. کاملا مشخصه که ما یه حرکت نزولی رو داشتیم، کف‌های پایین‌تر، سقف‌های پایین‌تر. ولی اینجا بیاد ببینیم چه اتفاقی افتاده. حرکت صعودی داره شکل میگیره. اینجا ما دیگه نمیتونیم بگیم ما همچنان حرکتمون نزولیه و میخوایم وارد سل بشیم. نه، اینجا ما دیگه حرکت صعودی رو داریم. حالا این که من چطور این اصلاحات رو در نظر میگیرم، چطور این حرکات در جهت قیمت رو در نظر میگیرم، در ادامه بهتون میگم. من چه اصلاحی قرار اصلاح در نظر بگیرم، کجاها اون حرکت برای من اصلاح نیست، همه اینا در ادامه به شما گفته میشه. نماد یو اس دی ین هم با هم بررسی کنیم. نگاه کنید این خیلی حرکتش قشنگه. بیاد حرکت رو با هم مشخص کنیم. کاملا یه حرکت صعودی رو داریم. من انتهای اصلاح حرکت قبل رو مشخص کنم. این که من اینجا چرا اینو اصلاح در نظر نگرفتم، این قسمت رو من در ادامه بهتون میگم. تو جلسات بعد میگم کجاها شما میتونید حرکت رو اصلاح در نظر بگیرید. خب تا اینجا ما تونستیم حرکات تشخیص بدیم. حالا ما کجای این حرکت قراره وارد بشیم؟ ببینید این ابتدا و انتهای حرکت ماه.
درسته؟ من اینجا میام از ابزار فیبوناچی وقتی که ابتدا و انتهای حرکت برام مشخص میشه استفاده میکنم. فیبوناچی رو میندازم از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت. من 2 تا منطقه رو مشخص میکنم برای ورود به معاملاتم. یکی محدوده اصلاح فیبوناچی از 50% تا 62%. یکی هم ابتدای حرکته، یعنی این منطقه. خب من تو این 2 منطقه منتظر یه سری حرکات از قیمت، شکل‌گیری یه سری از کندل ها هستم تا به معامله ورود کنم. اولین شرط اینه که تو این مناطق من اون حرکات رو ببینم. شرط 1 تو این مناطق اون حرکات رو ببینم. 2 حتما شما هم از لیکویدیتی یا جمع‌آوری نقدینگی یه چیزی شنیدید. شرط دوم هم اینه که پشت این مناطق توسط کندل یا سایه اون کندلی که مد نظر منه لمس بشه. ببینید تو نماد USD ما الان ستاپ داریم. دقیقاً کندل پینبار تو منطقه تشکیل شده، سایه‌ش هم پشت منطقه رو لمس کرده. این یه نماد خیلی عالی، یه معامله خیلی خوبه برای ما، برای اینکه وارد معامله بشیم. این یه معامله بایه، ما میتونیم اینجا وارد معامله بشیم. ولی دوستان حتما سعی کنید با حجم کم و استاپتون یه ذره بزرگتر بگیرید. نرید با حجم زیاد و استاپ کوچیک وارد بشید. حجم کم، استاپ بزرگتر. یعنی شما اگه قراره استاپتو اینجا بگیری با نیم لات، با 2/10 لات وارد شو، استاپتو بذار اینجا. اوکی؟ اهدافو کجا میذاریم؟ این معامله اوله، ستاپ اولیه که برای ما شکل گرفته. من 2 تا هدف برای این میذارم. حالا شما میتونید با توجه به دیدگاه خودتون هدف تعیین کنید. هدف اول 50% این اصلاح اینجاه. هدف دوم انتهای حرکت. خب میشه ما 3 تا هدف قرار بدیم. هدف اول 50%، هدف دوم انتهای حرکت و هدف سوم اندازه لگ هایی که شکل گرفته. نگاه کنید، میبینید یه سری لگ در جهت حرکت شکل گرفته که تقریبا هم اندازه. من اگه جهت این اندازه اینا رو بگیرم، ایناهاش از انتهای اصلاح بندازم، میتونی اینجا هم بگیری. این دیگه بسته به نظر شماه، ولی من خودم 2 تا هدف رو میگیرم. 1 50% این اصلاحی که شکل گرفته، 2 انتهای حرکت. چجوری معامله باز میکنم؟ اگه قراره نیم لات باز کنم، 2 تا 25 صدم باز میکنم. وقتی به هدف اولم رسید، معامله اول رو میبندم و معامله دوم ریسک فری میکنم، یعنی استاپش رو میارم رو نقطه ورودم و هر چی شد. اگه بیاد به هدفم برسه که من 2 تا معامله رو گرفتم، اگه یکیشم بخوره اون دومی ریسک فری شده و ضرر نکردم، سود یکی از معاملات رو گرفتم. خب من سعی کردم جلسه اول رو به صورت خیلی کلی براتون توضیح بدم. امیدوارم تو جلسات بعد بتونم جزئیات بیشتری رو براتون باز کنم. فعلا USD ین رو ما داریم. فردا هم ویدیو براتون ضبط میکنم میذارم. سعی میکنم که توضیحاتم رو کامل تر کنم. خب من تا حالا تو کار آموزش کار نکردم، ولی خب اولین آموزشام دیگه دارم میذارم. اگه جایی توپق میزنم، اگه جایی نمیتونم منظور رو دقیق برسونم، مطمئن باشید تو جلسات بعد این کامل تر میشه. امیدوارم که از جلسه اول و توضیحات این جلسه استفاده کرده باشید. موفق و مؤید باشید.